روز 22 اپریل در یک جلسه اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان مسئله نرخ‌های از حد بلند پروازها به روسیه که موج ناراضگی ساکنان را برانگیخته است بررسی شد. در این جلسه به شرکت‌های هواپیمایی روسیه 2 روز فرصت دادند که نرخ‌ها را پایان برند، وگرنه از حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان محروم کرده خواهند شد. در این باره به آسیا پلوس سردار اگنتی اویاسیای گرجدانی اکرام صبحانزاده خبر داد. روسیه از 1 اپریل به پروازهای هواپیماها از تاجیکستان اجازه داد. بعد این ده‌ها هزار از شهروندان تاجیکستان که یک سال باز به سبب پاندمی کرونا ویروس برای مردکاری به روسیه رفتن نمیتوانستند، به کاسه‌های فروش چپته‌های پرواز فرو ریختند. شرکت‌های هواپیمایی با سوء استفاده از فرصت نرخ‌ها را چند مرتبه برداشتند. به گفته ساکنان، نرخ پرواز از دوشنبه به اوفا قزان برای مثال به 12-13 هزار سومونی و به مسکو و سنت پترزبورگ تا 17 هزار سومونی خست و این هم فقط برای پرواز به یک طرف. این در حالی است که برای مقایسه نرخ پرواز از استانبول تا کانادا با بازگشتش با حساب پول تاجیکی همگی 7450 سومونی را تشکیل می‌دهد، یعنی تقریبا 6 مرتبه ارزانتر از نرخ پرواز یک تاجیک به روسیه. در جلسه در اگنتی اویاسیای گرجدانی دادستانی نقلیات تاجیکستان سعید مراد قادرزاده، معاون سردار ریاست نقلیات وزارت کارهای داخله ظاهر کاملزاده، نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی و شرکت‌های هواپیمای روسیه اورالسکی اویالینی، یوت ایر، سیبیر و سیور نیویتر که حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان را دارند اشتراک کردند. اکرام صبحانزاده در صحبتش با آسیا پلوس گفت مشاهده‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های هواپیمای روسیه در پی افزایش شماره خواهشمندان سفر از تاجیکستان به روسیه نرخ چپته‌هایشان را به حد بالا بردند. مردم برای خریدن چپته با چنین نرخ بلند مجبور است که حتی از بانک قرض بگیرند و این وضعیت مالیوی مردم را وزن‌تر می‌کند. این همچنین باعث ناراضگی اهالی از نرخ‌های بلند پرواز شده است، تاکید کرده صبحانزاده. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع عمده تامین روزگار اکثر خانواده در تاجیکستان باقی میماند. روسیه ماه مارس سال 2020 به سبب پاندمی کرونا ویروس مرزهایش را بست و صدها هزار از شهروندان تاجیکستان سال گذشته نتوانستند به آن کشور به مردکاری بروند. این باعث 800 میلیون دلار یا 32% کم شدن حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در سال 2020 شد و بعد شدن سطح درآمد و وضع اقتصادی اکثر عائله‌های تاجیک شد.